راستش هیچ دلیل منطقی برای اینکه بگم چرا به این مردا اعتماد نکنید ندارم که بهتون بگم، ولی به این مردا اعتماد نکنید. من چیزی میدونم که میگم. اولیش مردایین که اسم زنونه دارن. چون چرا؟ اگه مامان باباش موقع اسم گذاشتن اسم درستی براش نذاشتن به باقی مانده تربیتشون اعتباری نیست. دومیش مردایی که قدشون کوتاهه ولی زبونشون درازه. یعنی مردی که قدش بلنده و پرروه رو میشه تحمل کرد. مردی که قدش کوتاهه ولی مؤدبه رو میشه دوست داشت. ولی اگه هم قدش کوتاه باشه هم پررو زبون دراز باشه خطرناک میشه. اصلا باشون هم کلام و هم نشین نشو. دیدیشون رو تو کنون بر. بعدی مردایین که واسه خودشون تولد میگیرن. مرد مگه تولد میخواد؟ تو بر روز تولد بری جلوی مامانت سجده بکنی که 9 ماه تو رو تحمل کرده، درد زایمان کشیده آوردت تو این دنیا، تولد برای خودت میگیری؟ نه خدایی تو خودت میتونی به مردی که از قبل تولدش برنامه میچینه، مهمون دعوت میکنه، کیک سفارش میده، جا رو میگیره، تی جی صدا میکنه و بعد توی دعوتنامه‌اش مینویسه تولدمه تشریف بیارید، میتونی اعتماد کنی؟ بعدش مردایین که پای تلفن زیاد قربون صدقه میرن. نه فدات شم، فدای شما بشم، قربونتون بشم، قربون شما، فدای شما، فداتون بشم، فداتون بشم، فداتون بشم. نه به خود، نه قربونتون بشم، قربون شما. ایو مرد همینجوریش حرفم نباید زیاد بزن. بعد شما قربون صدقه هم میری؟ ایو برادر ایو. آخریش هم مردایی هستن که توی آینه سلفی با سرخ میگیرن اینجوری. اینجور مردا تمام سرمایه‌شون یه موتوره، توی دعوا سر مامانشون داد میزنن، از اینکه تو فمینیست باشی باهات به هم میزنن و توی فضای دیجیتال برای زنای دیگه کامنت فوش میذارن. اصلا از عکس پروفایلش معلومه. به این اعتماد نکنید. ازشون پرسنگ ها دور بشید. هیچ دلیل منطقی هم ندارم ولی همینه که من میگم.